چند روز پیش پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف در یک جلسه در نشست استانه بر روی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین حرف‌های گفت که بعداً این حرف‌ها در تمام جهان پخش شدند و بسیاری ها اون را همچون قهرمانی، بی‌باکی، جسارتی امامعلی رحمان معرفی کردند. در یک از برنامه‌ها من گفته بودم که حتما این سخنرانی گستاخانه امامعلی رحمان بر سر مهاجران تاجیک مصیبت و دشواری های زیادی می آورد و اینک اون روز هم فرا رسید. چی مهاجران تاجیک را انتظار است؟ سخنرانی گستاخانه امامعلی رحمانوف در روسیه چی واکنش به عمل آورد؟ پاسخ ولادیمیر پوتین با امامعلی رحمان چی بود؟ اینجا برلین و من داداجان اتابولایوف. اون چیزی که چند روز پیش گفته بودم و انتظار داشتم بدبختانه عملی شد. ما امروز یک فرمانی وزارت کارهای داخلی، FSB، گارد ملی و وزارت دفاع روسیه را پیدا کردیم. این فرمان بسیار میترسند که به سر مهاجران تاجیکستانی مشکلی زیاد نآورد. در این فرمان از یگان کشور یاد کرده نشده است، اما من برانم که این فرمان پاسخ ولادیمیر پوتین با امامعلی رحمانوف است. به همان سخنرانی امامعلی رحمانوف که یادتان باشد بسیاری هموطنان ما این همچون یک قهرمانی و یک شپاتی و یک جسارت و یک شهامت معرفی کرده بودند. و اگر امامعلی رحمانوف سیاستمدار میشد، اگر امامعلی رحمانوف از علم دیپلماتی آگاه میشد، اگر امامعلی رحمانوف درباره مهاجران فکر میکرد، هیچگاه به این دیمارش یعنی به این گستاخی راه نمیداد. و امروز ما میبینیم که روسیه به همون سخنرانی گستاخانه امامعلی رحمانوف با همین فرمان پاسخ داد. اگر به دقت متن این فرمان رو خوانیم، در اونجا این یک کمپانی نو برای فشار به مهاجران است. یعنی از روی این فرمان تمام مهاجران در تمام روسیه تفتیش کرده میشوند. حجت های اینا سنجیده میشد. هر کسی که شبهه آور می نماید آنها را به لاگرهای مخصوص میبرند. این لاگرها در بعضی اداره هایی که خالی هستند، حتی در ورزشگاه ها، در باشگاه ها تشکیل کرده می شوند و یک مدت هر مهاجری که مورد شبهه قرار می گیرد در این لاگرها نگاه داشته می شود. از جمله در این فرمان یک جمله دیگر هست که آدمانی که آماده به عملیات‌های خطربار هستند و یا برای کشورهای دیگر خدمت میکنند، یعنی برای کشورهای دیگر جاسوسی میکنند یا آماده هستند یگان عملی تحریم‌کاری کنند. و همین چهارگانه وزارت کارهای داخلی، FSB، گارد ملی، وزارت دفاع، گروه های مخصوص الکی از همین روی سر کرده به تفتیش مهاجران سر میکند و مهاجرانی که مدتش معین نیست که در کدام مدت سرنوشت این یا اون مهاجر معین کرده میشود. تنها بعد معین کردن سرنوشت یا این مهاجر را گشته به وطنش دیپورت میکنند، اگر از چی گذرد، از سنجش گذرد. در همین فرمان یک نقطه عجایب هست که با شهروندان خارجی که یعنی سفیر شدن، صاف برآمدن، بی آلایش برآمدن، با آنها کنترکت یعنی شرطنامه برای خدمت حربی امضا می شود. من از فرصت استفاده برده به همین مهاجران
مراجعت می‌نمم که در چنین واقعی ها وقتی که اونها رو بازداشت میکنند خونسردانه رفتار کنند، فهمونند که ما مهمان هستیم، ما اینجا برای کار آمدیم که به عائله های خود ما، خانواده های خود ما کمک کنیم و ما یگان مقصدی بدی نداریم. بدبختانه امام علی رحمانوف از ملت تاجیک ملت تروریست ساخت. همه جا درباره تروریسم و تروریستی که گپ میزند و واقعا در روسیه، در مطبوعات روسیه یک اندیشه به عمل آمده است که گویا که هر یک سیمین تاجیک تروریست باشد. به مردم بار کردن همین تمغه تروریست عاقبتش همین است. و چیز دیگر، آنهایی که از رحمان ستایش میکردند باید به خود سوال میدادند که چنین گستاخی را کی برای خودش اجازت میدهد؟ اگر رحمانوف پرزیدنت یک کشوری پیشرفته میشد، اگر رحمانوف پرزیدنت کشوری میشد که یگان مهاجر ندارد و این کشور اصلا از کشوری دیگر برای مثال از روسیه وابستگی ندارد، این گپای میگفت فهمیدن ممکن بود. اما گفته های رحمانوف این فقط چی بود؟ یک دویدن برای خواجه دیرین و پیدا کردن خواجه نوین، دیگر هیچ. چند سال از این پیش در یادم نیست، سال 2011 یا 2012 بود، حکومت رحمانوف یک سمالیات روسیه رو با لیاچیک هایش، با خلبانه هایش به اسارت گرفته بودند در فرودگاه کرغانتپه. همون زمان هم چقدر مهاجران دیپار شدند، چقدر مهاجران را اذیت دادند ما میدانیم. امروز انا این کاری که رحمانوف، این سخنرانی که رحمانوف کرد باعث آن میشد که باز مشکلی به سر مهاجر تاجیک بیاید. مهاجری که نه تنها زندگی خودش را میگرداند، مهاجری که زندگی رحمانوف، خانواده رحمانوف از عرقی ان همین مهاجر، از خون همین مهاجر، از اشک همین مهاجر است. اگر امروز یا فردا یا پس فردا این مهاجران به وطن برگردند، پیش از همه آنها قصر و کوشکی ان همین ظالمان را واژگون خواهند کرد. خدا به همراه، تا دیدار در دوشنبه.